سوالی دارم داملای عزیز. ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد میدهد. السلام علیکم استاد عزیز، اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند نماز فاسد می شود یا نه؟ السلام علیکم داملای شیرین سخن. ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند. التماس جواب پرگویید. سیوم، زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زنی جوان باشد. السلام علیکم داملای شیرین زبان. ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین. التماس جواب پرگویید. وقتی که این سخن گفت، خداوند در حال میگه چهره عمر خیامت سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. آبت مثال همون ثبت شود، دعای مثال همون ذکرگو می شود، همون یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما می شود. این بهتر. السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم. سوالی دارم داملای عزیز. ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد می دهد و او در مسجد شما نماز می خواند. در این موضوع چیزی می گفتی؟ یعنی این برادری که عائله خودش دشنام می داده است، یعنی البته ما در این بابها صحبت داشتیم و باز میگم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تقبح، گفتم پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهید، یعنی دشنام های قبیح نکنید. با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنید. لیکن از همه امو زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهند. بسیارتر عیب زنها میشود. یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود. در حال باید دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کاری کنن که اونها مهربان باشند. یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن؟ مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یگان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم استاد عزیز، اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز میخونین، یکی مادر در پهلوت نماز میخواند، زن در پهلوت نماز میخواند، ینگت در پهلوت نماز میخواند، خارزاد در پهلوت نماز میخواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسد، در تو اقتدا میکند، تو امام میشوی و وای مقتدی. دوم، نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازهایی که رکوع سجده دارند، مثل این نماز پیشین. سیوم، زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو را فاسد میکند. اگر مثال زنی تو هست، خواهری تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکند، لیکن برابری تو میستاد در یک نمازین. دوم این که همون زن جوان است. سوم که نماز رکوعدار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز تا فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند و تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگرچه در پهلوی شما هم که ایستاد. فهمیدین شرطی مسئله؟ السلام علیکم داملای شیرین زبان. ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین. التماس جواب پرگویید. یعنی زیره نقرگینش جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میز باشد، چی طلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها. یک اگر چی قدر محبت داشته باشد، میلش چله نقرگین اندازن، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد، باقی ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال همون چله استفاده کنید.
سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مست بود و در دستش پیاله می، به ناگاه پیاله از دست او میافتد و میشکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را میخواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع‌ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و یک دو شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعه‌ای که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می‌خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کاسیته‌هایتان شما را نغز می‌شناسم و احترام می‌کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که با عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته: پروردگار، تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت، خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست؟ همیشه گفته. یعنی وقتی این 4 مصرع را خوند، بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم. منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اگون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیاء باشد، چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویساندم، میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده، گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتن: لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتن سرت بردار، گفتن تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باتر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگردانه. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای ذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید، میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار، گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است، اینا نه آیت نه حدیث. در یگان کتاب معتبر
آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودن، بسیار آدم خدا ترس بودن و عرق نوش نبودن. برای چی عرق نوش نبودن؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع‌های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال خاری و ذلت است. و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگوییم در مصرع‌های شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم های می نوشند. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند، التماس جواب پر را بگویید. نه عن ان یکتب علی القبر شیء. یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیز نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردند که در سر قبرها شما سنگهای صورتدار و سنگهایی که مثال در اون مصرع‌های شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندن در سنگها را منع کردگی هستند در حدیثات. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین، میلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت بگذار ایستاد. لیکن دیگر باید مثال نقش نگار کردن و اطرافی او را مثال دیوال کردن دیگر، اینهاش رخصت نیست در اسلام. همه اینا اسراف می شود. بسیار خوب می شود در همون نزد درخت مثال هم پدرت مادرت یک درخت بشینان، یک درخت شینان، امرا آب ته مثال همون ثبت شود، دعای مثال هم ذکرگو می شود، هم یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما می شود. این بهتر است از این قدر مثال عمارت هایی که در بالای قبرها میکنید. امروز باز این حکومت خودش به ذمه گرفته است مثال آبادی قبرستان ها را همون خودشان میکنن، آینده آیسته آیسته درخت هم میکنن، راه هم میکنن، البته آباد میشن. حاجت دیگر به همین سنگ های نویساندن و صورت کردن ما و شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.